سلام‌های گرم و انقلابی من رو پذیرا باشید. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی پخش زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران، بسیار خوشحال هستم که این فرصت فراهم شد تا یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. 7 ماه از خیزش انقلابی ژینا استوار تجایی این مردم وای نمی نشینند. خبری که همکنون به دست همکاران تلویزیون ما رسیده حاکی از این است که امروز همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم، گورستان آیچی در شهر سقز بسیار شلستش. 9 روز پیش در بانه 2 کولبر موقع کولبری در کمین سپاه پاسداران قرار میگیرند و برای فرار از این با قایق میخوان که از سد عباس‌آباد بانه عبور کنن که متاسفانه قایقشون دچار حادثه میشه و این 2 کولبر جوان غرق میشن. پس 9 روز که به دنبال اجساد این 2 جوان، این 2 عزیز گشتند، امروز اجساد اونها رو پیدا کردن و همکنون گورستان آیچی شهر سقز بسیار شلوغ هستش و مردم در کنار خانواده‌های داغدار این عزیزان هستند. بله بینندگان عزیز، خب مطلع هستیم که در 7 ماه گذشته اتفاقات بسیار مهم و رویدادهای تاریخی در سطح ایران و جهان روی داده که هر کدام از این رویدادها خودش تحلیل‌های ویژه‌ای داره. اما در برنامه امروز طبق معمول همه برنامه‌های زنده همراه مهمان گرامی هستیم که تا چشماندازی به آینده انقلاب ژینا داشته باشیم، همچنین نگاهی به گذشته و شرایط کنونی ایران. در برنامه امروز یک بار دیگه در خدمت رفیق عزیز رفیق ستار رحمانی هستیم که از لندن با ما هستند. رفیق ستار گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید. من هم سلام بفرستم به شما و بینندگان عزیز. ممنونم که این فرصت رو دارین تا با بینندگان عزیز صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید. رفیق ستار، خب اونچه که معلومه اینه که رژیم از همه ابزاراش داره استفاده میکنه که این خیزش رو، شعله‌های این خیزش رو خاموش کنه، مردم رو به عقب برگردونه، اما میبینیم که این انقلاب همچنان با گام‌های محکم داره پیش میره و خوشبختانه رژیم نمیتونه به هدفی که داره برسه. اما میخوام از دیدگاه شما، از نظر شما نگاهی به 7 ماه گذشته بندازیم و همینطور امروز ایران. با سلامی دوباره. ببینید اتفاقاتی که در ایران داره میفته واقعیتش اینه که بی‌نظیره. از چند لحاظ باید بهش نگاه کرد. از جنبه فقر و فلاکتی که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی برای همه به طور مساوی باید بگیم فراهم کرده، این فقر و فلاکت نمیتونه ادامه داشته باشه. سبد معیشت کارگران با تعیین دستمزد امسال در حقیقت کوچکتر شد. 27%، در صورتی که خودشون اعلام کردن که نرخ تورم بالای 47% تا نزدیک 50% خواهد رفت. و سبد معیشت هم اگر نگاه بکنیم به مواد غذایی غیره بسیار بسیار این حداقل دستمزدی که تعیین کردن کمتر از اون چیزیه. خط فقر رو بین 18 تا 20 میلیون شاید بیشتر اعلام کردن، اما دستمزدها همون 6 میلیون حداقل دستمزدها هست و با مجموعه
حق مسکن و بقیه شاید تا به 7 میلیون برسه و بنابراین باز خط فقر افزایش پیدا کرده. از جنبه دیگه اعتراضات مردمی که ظاهراً برای رژیم یه دلخوش کنکی اومده که انگار خاموش شده، اما از درون داره میجوشه و این بار این جوشش یه نوع دیگه خواهد بود. یعنی هر سرکوبی که رژیم میکنه تجربه جدیدی برای مردم به وجود میاد که از اون تجربه استفاده میکنن. حالا به این خواهیم پرداخت. از جنبه ملت ها در نظر بگیریم، سرکوب کماکان ادامه داره، چه بلوچ باشه، چه کرد باشه، چه عرب باشه. این سرکوب ها کماکان به طور خاص اگه نگاه بکنیم در این روند سرکوب ها ملت ها بیشتر سرکوب شدن تا بقیه بخش‌های جامعه و این خشم رژیم رو به اینها هم نشون میده. و در آخر بگم که زنان قربانی این رژیم بیشتر از همه در صف انقلاب هستن، سرکوب شدن. اصلا بی سابقه است در ایران این همه زنان جوان و پیر داشته باشیم که زندانی شده باشن یا جانشون رو از دست داده باشن. اما این مجموعه شرایط رو اگه در نظر بگیریم نیاز به یک تحول عمیق ساختاریه. یعنی اگر اپوزیسیون هایی بان، هر اپوزیسیونی مهم نیست، چپ و راست، اگر بخواد بیاد بالای سر مردم این قدرت را چه بنامیم انقلاب مخملی و یا چه بنامیم رژیم چنج، این مشکلات حل شدنی نیست و مردم دوباره بر علیه همون رژیمی که و هر صورت سوار این جنبش شده خواهند بود و ادامه خواهند داد تا سرنوشت خودشون تعیین بکنن. این اون خلاصه شرایط ایران. حالا اعتراضات کارگری هست، اعتراضات معلمان هست، دانشجویان هست، دانش آموزان هست، بازنشستگان. اینا رو اگه همه بریم به هر صورت خودش یه بحث جداگانه خواهد شد. بسیار سپاسگزارم. از کارگران صحبت کردین، از اینکه روز به روز داره سفره هاشون کوچیکتر میشه. خب تورم افسار گسیخته، گرانی سرسام آور، همه اینا کاری کرده که واقعا کارگران در یه شرایط میشه گفت فلاکتباری زندگی کنن. کارگرانی که میدونید که ما بارها در برنامه زنده حتی با هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که خیلی ها گلایه داشتن که چرا کارگران به عنوان یه طبقه مثلا با شعار خودشون یا با پرچم خودشون در این خیزش نیستند. در مورد اینکه خب موانع این حضور رو ما همیشه صحبت کردیم، اما ما داریم به 1 می نزدیک میشیم، روز جهانی کارگر، و فکر کنم که این 1 می یعنی 1 می امسال میشه گفت که انتظار داشت که نقطه عطفی باشه در انقلاب ژینا. نه، با توجه به شرایط موجود، با توجه به شرایطی که ازش گفتیم، گرانی سرسام آور اینا و اعتراضات مداوم طبقه کارگر، حالا از صنف‌های مختلف و معلمان گرفته، بازنشستگان گرفته، کارگران شرکت‌های مختلف گرفته. شما فکر می‌کنین که کارگران در 1 می امسال باید چی کار کنن؟ چطور ظاهر بشن؟ آیا اصلا امکان این وجود داره که کارگران اونطور که دل در گره و آزادی دارن و میخوان که در همراهی این مردم در خیابون‌ها باشن، اونم سازمان یافته، همچین امکانی وجود داره؟ این امکان وجود داره. یعنی اگه دقت بکنید منشور حداقل اون 20 تشکل که منتشر شد در حقیقت زمینه بسیار بسیار مناسبی فراهم کرد که کارگران بتونن این بار همبسته‌تر، متحدتر و با برنامه. مسئله منشور فقط چند تا یا 12 تا فرمول روی کاغذ نیست، بلکه این واقعیت‌های 40 ساله خواست‌ها و مطالباتی که انباشته شده و حالا به صورت منشور انقلاب، یعنی باید به این صورت دید، و به صورت منشور انقلاب مطرح شده در سطح جامعه. بنابراین
اول ماه مه من به نظرم باید نقطه آغازی باشه به پایان اون نوع فعالیت هایی که سالهای سال داره میشه در این روز، نه تنها در این روز بلکه در تمام اعتراضات. نقطه پایان به این مفهوم که خب تشکلاتی در این منشور وجود دارن که سالهای سال مبارزه کردن، از شورای هماهنگی کانونهای صنفی گرفته که 25 استان نیرو دارن، کانونهای صنفی دارن، بازنشستگان گرفته که تشکلی هستن، حالا به هر صورت تشکلی هستن نامرئی و سازماندهی کردن اعتراضات سراسری را. دانشجویان نقش بسیار بزرگی در اعتراضات زن زندگی آزادی داشتن. دانش آموزان دختر که هم اکنون هم دارن مسمومشون میکنن نقش بسیار بزرگی داشتن. زنان و بقیه بخش‌های جامعه، اینا باید بیان حول این منشور و اعلام در حقیقت پرچم انقلاب زن زندگی آزادی را در اون روز اول ماه مه در تمام ایران برافراشته کنن. این پرچم ایناست. یعنی اگر واقعیت رو در نظر بگیریم، همه شرایط برای این آماده است. اینها نیروهایی هستند که در خیابانها جنگیدن، در مدارس جنگیدن، در محل کار جنگیدن، در کارخونه جنگیدن. اینا هستند که باید، و اینجوری باید بگیم، باید نمایندگان واقعی مردم در هر اعتراضی بتونن باشن. ما باید بریم برای قدرت. باید خیلی خلاصه بگم آخر حرف اینه که نترسیم، ما بسیاریم. همین که این منشور در اومد یه شوق عجیبی در سراسر دنیا باید بگیم ایجاد شد. یعنی چی؟ یعنی مردم پاسخ مثبت دادن، گفتن، همه در دلاشون میگفتن همین چیزی بود که من میخواستم، سالها تو ذهنم بود، الان اومده. خب چرا ما بذاریم توی زمینی ها؟ همون اول ماه باید آغاز یک دوره جدیدی از مبارزه از طریق همین اتحادی که الان صورت گرفته حول منشور حداقلی. این اتحاد رو باید قوی‌تر و قوی‌تر کنیم، ببریم توی مردم، ببریم تو تمام محلات و ارگان‌های آینده سازمان رو از این طریق زمینه‌هاشو بچینیم. بسیار سپاسگزارم. خب از منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی در ایران صحبت کردیم و از اینکه از 12 بند تشکیل میشه و البته بینندگان ما حتما مطلع هستن. اما خب همونطور که شما مطلع هستین و شما یکی از عزیزانی هستین که در این را بسیار زحمت کشیدید، روز 22 آوریل در شهر کلن آلمان یک نشست بود و متاسفانه صدا چاپ و میخوان که در بله بینندگان عزیز، درودی دوباره. ازتون عذر میخوام با توجه به اینکه خب برنامه زنده است و از طریق اینترنت این برنامه پخش میشه، دچار یه مشکل فنی خیلی کوچیک شدیم و خوشحالم که خیلی زود این مشکل رفع شد. با سپاس از همکارامون برمیگردیم پیش مهمون عزیزمون رفیق ستار رحمانی. رفیق ستار عزیز، خیلی عذر میخوام. خواهش میکنم. من فکر کردم اینترنت منه. نه، مشکل از اینترنت ماست. خب رفیق ستار، 22 آوریل بریم سراغ سالهای برنامه. این نشست بزرگ هستش و واقعا میشه گفت از نظر من یه نشست تاریخیه. سالها
چپ داره مبارزه میکنه و این همه حزب و تشکل و افراد چپ اتفاقی نیفتاده که اینطور کنار هم باشن، هم نظر باشن در حمایت از یه منشور و میشه گفت که اون روز باید یه روز تاریخی باشه، یه روز فراموش نشدنی برای چپ ایران. چشمانداز این نشست رو شما چگونه میبینید؟ نمیدونم الان شما بیشتر مطلع هستین، چه انتظاری اصلا از نشست 22 آوریل کلن دارین شما؟ ببینید بذار توضیح بدم. این همایش کلن کار این نبود که مثلا 2 نفر، حالا من و محمد آسنگران فراخوانش رو ما 2 نفر دادیم، ولی بحث منشور نبود که ستار رو رفیق محمد بشینن بعد بگن که حالا یه فراخوانی بگیم چی میشه. نه اینجوری نیست. این همایش قبل از اینها بحثش بوده، همراه با تکمیل شدن منشور بحثش بود که به هر صورت ما به عنوان بخشی از این منشور در خارج کشور که اگه میخوایم حمایت بکنیم چه کارهایی رو میتونیم بکنیم. این بحثش طولانی بود و به هر صورت این فراخوان داده شد. فراخوان بسیار مورد استقبال همه اونهایی که واقعا دل در گرو ایرانی آزاد و ایرانی که از بالای سر مردم تصمیم گرفته نشده باشه، بلکه مردم خودشون تکلیف خودشون رو رقم بزنن، شوراهای کارگری باشن، شوراهای معلمی باشن، شوراهای محلات و همینطور در ارتباط با کلیه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مردم خودشون تصمیم. خب این فراخوان از این زاویه داده شد که ما اینو بتونیم قوی ترش بکنیم، منشور رو در سطح جهانی مطرح بکنیم، عنوان الترناتیو منشورهای دیگه‌ای که داده میشه. این منشوریه که پاش زمینه، واقعی، انسانهاش واقعی هم، ساختگی نیستن و خواستا و مطالباتش هم خواستا و مطالبات زمینی هست، واقعی هست و در دل همه انسان هست. بنابراین این همایش باید بتونه اینها رو منعکس بکنه. فراموش نکنیم علاوه بر اینها کنفرانس های دیگه ای هم خواهد بود. من نظرم شخصا اینه که هر جایی که کنفرانسی گذاشته میشه ما با این منشور باید بریم و صدامون رو اونجا به جهانیان بشناسونیم. حالا میخواد منشور دانشگاه استنفورد باشه یا میخواد پارلمان اروپا باشه یا هر جای دیگه، این دعوت اگه بشه من به نظرم ما باید این کارو بکنیم. حالا به هر صورت اینا یه سری مسائلیه که بعداً میتونیم روشون بیشتر کار بکنیم. یعنی در حقیقت دیپلماسی ما در سطح خارج هم باید مشخص بشه. همایش باید بتونه بخشی از این کارها رو انجام بده. یعنی در حقیقت نه تنها مردم جهان بلکه به دولت‌های جهان هم نشون بده که ما الترناتیو واقعی هستیم از یه طرف، و نشون بده که همه، حالا تنها احزاب نیستن، خب احزاب همه بیشترشون رو همه که نمیشه گفت، اما اکثریت قریب اتفاق احزابی که سالهای سال تو این مسیر بودن، مبارزه کردن، اومدن با شوق و ذوق دارن این کارو میکنن. مشکلاتی در راه هست، مشکلاتی وجود داره، اصلا در شکی نیست، اما همایش رو باید ازش حمایت کرد. من شخصا ازش حمایت میکنم. از همه هم میخوام بیان برن تو این همایش کار بکنن، فعالیت بکنن. اگه حتی ستار همونجا نبود شما همه تون باید باشید، اصلا مهم نیست. این منشور، این انقلاب به 1 نفر 2 نفر اصلا وابسته نیست، این مال همه ماست. به طور مساوی، به طور برابر هممون بتونیم در اون شریک باشیم، هممون بتونیم به اتفاق هم دیگه این انقلاب رو به سرانجام برسونیم. همایش صدای منشور در سطح اروپا، در سطح خارج، در سطح جهان خواهد بود. این همایش باید بتونه تمام بخش‌های مختلف اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی دیگه، جنبش زنان، جنبش محیط زیست،
سکولار مدنی اینا رو بتونه دور خودش جذب بکنه. ببینید ما باید به توازن قوای موجود نگاه بکنیم. هر جا که ما هستیم باور کنید الان اون منشور 6 نفر با مثل حباب ترکید و رفت. این به خاطر قدرت ماست. باور کنید به خاطر قدرت ماست. ما قدرتمون رو خوب نمیشناسیم مردم. ما قدرتمون خیلی قوی تر از اون چیزیه که تصورشو میکنیم. اینها پاشون آویزون شد، خودشون آویزون کردن به دولت‌های غربی، به پول اونها. اینا میخوان انقلاب مخملی را بندازن، اینا میخوان رژیم چنج بکنن. ما نمیخوایم. ما میخوایم کل ساختار نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را کلا عوض بکنیم به نفع مردم. این اون چیزیه که همایش باید ثابت بکنه. باید بتونه این صدا رو به جهانیان برسونه که اگر قرار فردا انقلابی بشه که خواهد شد، پرچمدار این انقلاب همین کارگران، همین معلمان، همین مردم مبارزی که در کردستان، در بلوچستان، در جاهای مختلف سالها مبارزه کردن. ما نمیذاریم گوادلوف دیگه اتفاق بیفته. باید اینو بگیم. دنبال بخش خاکستری هستیم. این بخش خاکستری دیگه اون بخش خاکستری 57 نیست که خمینی رو ببرید توی ماه. الان شما رو تو ماهواره بیارن. اینها اینترنت تکنولوژی دستشونه، میدونن چه میگره. ما دیگه نداریم. یعنی واقعیتش اینه که اون خواب خیالی که اینا برای خودشون بافتن خامه. به ما مراجعه میکنن، میگن ما میخوایم صندوق همبستگی درست کنیم در خارج. آقای حامد اسماعیلی، اون صندوق همبستگی شما میخواین درست بکنید برای خودتونه. شازده میخواد پول تو جیب خودش بریزه. صندوق همبستگی هست تو ایران، صندوق اعتصاب هست، معلمان در سراسر ایران دارن. من مطمئنم کارگران دارن، نیازی به شما ندارن اصلا. این اتفاق افتاده، شما عقبی. مردم خیلی جلوتر از اینا. مردم میدونن که دارن انقلاب میکنن، شوخی نیست. این دومین تجربه بعد از سال 57 باید بگیم عمیق‌ترین انقلابیه که نه تنها منطقه را بلکه حتی دولت‌های غربی میترسن از این انقلاب. اینها دامن اینها رو بگیره. به خاطر همین اینا جمهوری اسلامی رام شده میخوان. شازده میاد میگه که ما میخوایم اگه رژیم عوض بشه ما بسیج لازم داریم، سپاه لازم داریم، ارتش لازم. این چیزا دیگه گذشته. مردم از جمهوری اسلامی عبور کردن، رفتن. شما کجایید؟ برای همین ببین این مجموعه رو اگر این همایش بتونه اثبات بکنه، اگر این همایش بتونه صدای خودش رو به جهانیان برسونه از طریق هر رسانه‌ای که میشه، این صدا رسونده بشه که اگه دنبال آدرس میگردید اینجا آدرس عوضی به مردم ندید. انقلاب اینجا داره صورت میگیره. با هر کسی هم که میخواید شما معامله کنید ما جلوشو میگیریم. شما ناچارید که دست از این کارتون بردارید و ما نمیذاریم گوادلوف دیگه اتفاق بیفته. ما نمیذاریم جمهوری اسلامی دیگه با کراوات اتفاق بیفته. و این منشور داره اینو میگه. اگه دقت بکنید تو همون مقدمش میگه برای همیشه میخوایم با قدرت از بالای سر مردم رو خاتمه بدیم. و این مهمترین بخش اون به نظرم منشوره و ما باید این صدا رو به همه جهانیان برسونیم. حالا کارهای دیگه میشه کرد. همایش یه بخش کوچیکی از کارها. در انگلیس ما کمیته درست کردیم با نماینده مجلس آقای جان مکدونالد، با اتحادیه RMT اتحادیه قطارها و کشتیها و PCS اتحادیه خدمات عمومی. این کمیته گفته که RMT ما منشور را به زبان انگلیسی روز اول ماه مه در صحن آخر سخنرانی ها این منشور را خواهیم خواند و به کارگران انگلیس خواهیم گفت نگاه کنید.
این منشور انقلاب ایران است. اگر میخواهید از اون دفاع کنید باید بیاید میدون. در دانمارک، احتمالاً در سوئد و جاهای دیگه داریم همین ها رو سازماندهی میکنیم. کارگران کشورهای دیگه برای این منشور بیان تو خیابون. اینا متحدین ماست، نه دولت ها. ما به دولت ها نه اینکه کاری نداریم، کار داریم باشون. ما فردا بحث دیپلماسی، بحث این که به هر صورت در روابط خارجی ما چگونه است، اما برای این انقلاب دوستان ما، رفقای ما، همکاران ما همبستگی خودشون را از اتحادیه‌های، از کارگران بگیم، کلا از انسان‌های شریف میگیریم. اینا برای ما میان تو خیابون. این بسیار بسیار بی‌نظیره در تاریخ، حتی بگیم حالا ایران، ما میگیم جهان، رو نمیدونم که اتحادیه‌های کارگری، کارگران، فعالین کشورهای دیگه منشور انقلاب ایران دستشون بگیرن بیان تو خیابون. این خیلی زیباست. شعار Women Life Freedom چیز به انگلیسی که میدن، زن زندگی آزادی رو اینا سر میدن با شوق و اینا جای خوشحالی داره. هر چقدر ما بچه هامون از اون بگیرن، هر چقدر زندانی بکنن، ما دست بردار نیستیم. این رژیم رفتنیه و ماییم که تعیین میکنیم سرنوشت خودمون رو برای آینده باید چگونه باشه. این منشور آغاز این راهه، پایان این راه نیست، آغاز این راهه و ما داریم این رو ببینیم. بسیار سپاسگزارم رفیق ستار. اتفاقا من دیروز در یه جایی از یه رفیق عزیزی سوالی پرسیدم که فکر کنم ناراحت شدن در کلاب هاوس بود این سال، که بعضیا در عین حال که میگن حمایت از این منشور، دفاع از این منشور اولویت چپ هستش و کل چپ باید قاطعانه از این منشور حمایت کنه، این دیگه فکر نکنم کسی باشه که از منشور حمایت نکنه و بگه که نه جای حمایتی نیست. اما در عین این که ازش حمایت میکنن، بعضی هم میگن که نقدهایی بهش وارده. شما فکر میکنید که راه حلی هست که یعنی جا داره که این منشور تکمیل بشه؟ الان من یکی اون رفیق برداشت اشتباه کردن که کسی قصد تغییر دادن این منشور رو نداره. به قول خود شما این منشور از داخل اومده و اگه قراره کم بشه، بندهایی بهش اضافه بشه، اصلا بندهایی تغییر کنه، این کار خودمون عزیزانی هستش که این منشور رو نوشتن و خارج از کشور نمیتونه همچین کاری انجام بده. آیا من این یه سوال شخصیه که ازتون میپرسم، چون در همون اتاقم همین سوال از اون رفیق عزیز پرسیدم. آیا ببینید، واقعیت اینه که ما از هر انتقادی استقبال میکنیم. نه تخریب، نه بشینن نقد بکنن، بگن کجای این منشور اگر فلان مطلب رو هم اضافه کنیم بهتر خواهد شد، در صورتی که نقد و زمینی باشه، واقعی باشه. هیچ کس جلوی اینا رو نمیگیره. یه عده اومدن تبلیغ میکنن که این منشور شده آیه قرآن و هیچ انتقادی رو نمیپذیره. آقا شما دارین تخریب میکنید. خب مسلمه که تخریب رو هیچ کس نمیپذیره. بیاید اگه واقعی میگید، بیاین در مقابل این انتقاداتی که داریم تخریب‌ها رو بذارین کنار، بیاین به طور واقعی بگیم درسته این منشور پرچم انقلابه، اما این موارد را هم ما میخوایم درش باشه. هیچ کس در این رابطه چیزی نخواهد گفت، استقبال خواهیم کرد. اما ببینید کارین جان، اینا یه عده هستن که فقط فرمول‌های کلی انقلاب اینا رو تکرار میکنن. پاشون اینا هم مثل اون راستا فرق نمیکنه، پاشون رو زمین نیست، نمیدونن واقعا. بذار مثال بهتری بزنم، امیدوارم که توهین آمیز نباشه.
انگار 40 سال اینا منجمد شدن، حالا یهو آبشون یخ شده اومدن، نمیدونن که همونطور با اون 40 سال قبل دارن برخورد میکنن. خیلی چیز عوض شده، دنیا عوض شده، مردم عوض شدن. اصلا ایران مردم متحول شدن، خیلی جلوتر از اون چیزیه که 40 سال پیش شما فکر میکردید. هم کارگران، معلمان، زنان، همه بخش و ملت. اصلا اینا رو اگه شما بذارید بغل هم دیگه میبینید که ببینید بحثایی که اینا میکنن بحثای مال 40 سال قبله، متاسفانه باید بگم. و ما با اون بحثای 40 سال قبل کاری نداریم. ما میگیم بیا بحث امروز رو بکنیم. ما میخوایم انقلاب بکنیم. شما چی میگید؟ میگید انقلاب نکنیم، وایسیم تا پرولتاریا، طبقه کارگر، همه تشکیلات خودش رو تشکیل بده، بعد اون وقت انقلاب. خب اون دیگه انقلاب میشه که دیگه به من و تو چه ربطی داره؟ ما باید زمینه اون رو فراهم بکنیم. ما داریم این کار رو میکنیم. ما میدونیم کجا ایستادیم. انقلاب یک آیه نیست که از بالا بیاد امروز طبقه کارگر متحد شد و دیکتاتوری پرولتاریا. نه بابا، اصلا بحثی نیست. به طوری واقعی و زمینی همه جای دنیا، چه اگر روسیه را مثال بزنن 1905 و بعدش و همه را مثال بزنیم، میبینیم که گام هایی رو انقلاب باید برداره تا به اون نقطه برسه که این گام ها ضروریه. ما فراموش نکنیم در یک رژیم دیکتاتوری فاشیست داریم زندگی میکنیم و تشکلاتمون رو تو کردستان نگاه میکنیم، 10 تشکل محلات درست شده، در جنوب همینطور. یه مثالی رو برای یکی از دوستان گفتم یکی از این معلمان چیز خورده بود، ساچمه خورده بود بدنش تمام، بعد میترسن برن دکتر بیمارستان، چون اگه میبردن اونجا میدوزنش میبردن به هرسو، معلوم نبود چه برای سرش میره. دنبال یه دکتر میگشتم، به هر صورت دکتر رو پیدا کردیم، ولی یه چیزی نامختن اونجا. اگر ما کمیته های محلات، شوراهای محلات داشتیم، توش دکتر بود، پرستار بود، یکی بود تو بیمارستان کار میکرد، داروخونه بود، دیگه نیازی به این که دنبال دکتر بگردیم نداشتیم. و اینا رفتن در شیراز، رفتن دنبال این کار. ضرورت های واقعی زمینیه که بسیاری از آدم ها رو به اینجا میرسن. ممکنه من از لحاظ تئوریک بگم کمیته ها رو محلات باید باشه بر اساس تجربه، اما انسان ها در واقعیت های زندگی خودشون به اونجا میرسن. نمونه های بسیاری میشه از این نوع مثال زد. بنابراین جمع بندی بکنم، ببینید انتقاد بسیار بسیار ما خوشحال میشیم کسایی بتونن انتقاد بکنن، نقد بکنن برای پرمحتوا شدن این بحث. این به این معنا نیست که بنیانگذاران این منشور نمیدونن انتقاداتش چیه. الان بحث اینه که گام بعدی چیه. این بحث ها الان بین همین فعالینی که دارن این منشور رو دادن بیرون میدونن و اگر گام بعدی، اگر گام واقعی نباشه، اگر این منشور خودش رو به طور زمینی، فردا باید این منشور بیاد بگه مردم بیان تو خیابون، کارگران بیان با هم اتصال کنه. در غیر این صورتی که به اونجا، من نمیگم فردا همین اتفاق میفته، این یک چشماندازیه که ما داریم دیگه. خب و اینو باید براش کار کرد، برنامه ریزی کرد تا به اون نقطه رسید. و اینو میدونن، ما میدونیم، بچه ها تو ایران میدونن که ضعف‌های بسیاریه. اما ببینید 40 تشکل وقتی جمع میشن با هم، خواسته‌ها و مطالبات متنوع و تو باید بتونی این تنوع رو درش ایجاد بکنی تا از این پروسه بگذریم. در پروسه تحولات ما خودمون هم متحول میشیم، تنها جامعه رو متحول نمی کنیم، خودمون هم متحول میشیم. حتی من بگم همسایه ها، کشورهای همسایه هم متحول خواهیم کرد. این تحول داینامیک داره پیش میره. این یه چیز ایستا نیست. امروز یه چیزی بدید تموم شد رفت. این مذهبی قابل قبول برای هیچ کس نیست. امروز اینه، فردا یه چیز دیگه میشه، میره جلوتر، متحول میشه و خودشو
و جامعه رو با اون متحول میکنه. منشور اینه، منشور این نیست که امروز نوشتیم 40 سال دیگه هم همین منشور. اون شمایید که دارین تخریب میکنید همون دیدگاه 40 سال پیش رو داریم میبینید. ما معتقدیم که جامعه به صورت یک فرایندی که در حال تغییر و تحوله داره پیش میره، منشور ما هم با اون متحول خواهد شد، پیش خواهد رفت. انتقادهای شما هم بسیار بسیار برای ما خوبه، ولی تحقیق ما به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم و در مقابلش خواهیم ایستاد. بسیار متشکرم. با این امید که همایش 22 آوریل شهر کن همایشی باشه پر دستاورد. همونطور تا اکنون هم دستاوردهای بزرگی داشته که از این دستاورداش همونیه که چپ رو متحد کرد و برای اولین بار فکر کنم در تاریخ 44 سال گذشته باشه که نیروهای چپ، احزاب چپ و فعالین چپ اینطور کنار هم دارن میشینن و برای موضوع مشخص در مورد یه موضوع مشخص دارن صحبت میکنن. امیدوارم که این نشست و این همایش موفقیت آمیز باشه. اما رفیق ستار، میدونم که ناخوش احوال هستین، امیدوارم حالتون هر چیز زودتر خوب بشه، اما برنامه رو سعی میکنم که زیاد طول ندم. ولی شما قبلا معلم بودید و الان در حوزه معلمان هم بسیار فعالیت میکنید، عزیزان بسیاری رو میشناسید. یک سوال میخواستم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه نزدیک 2 ماهه از مسموم کردن دانش آموزان، علل خصوص دانش آموزان دختر میگذره و همه ما در همون روزهای اول متوجه این شدیم، همه مردم متوجه این شدن که این کار خود رژیم هستش. کسی یه شعاری سر میده، عرض 24 ساعت طرف رو میگیرن و مجازات میکنن و اما خب تمام مدارس، نه تمامشون البته، در بسیاری از شهرهای ایران و بسیاری مدارس اینطور با مواد شیمیایی دانش آموزان عزیز مسموم شدن، به بیمارستان منتقل شدن، حتی شاهد فوت این عزیزان بودیم. معلمان چه روی کردی نسبت به این مسئله دارن؟ معلمایی که 2 سال گذشته و تا سال گذشته بسیار خوب درخشیدند. ما شاهد اعتصابات و اعتراضات بسیار سازماندهی شده، منسجم و میتونم بگم که قابل ستایش معلمان بودیم. درخشیدند معلمان، اما در این 1-2 ماه اونطور که انتظار میرفت واکنش صریحی نشون ندادن. نظر شما در این مورد چیه؟ شما مطلع هستین که چرا معلمان اونطور که باید، میشه گفت این کار یه جنایته، یه جنایت اصلا تاریخیه. مثلا یک حکومتی بخواد مردم خودشون هم دانش آموزان، اونم در این سطح خیلی پایین، اینطور مسموم بکنه. واکنش معلمان به نظر شما چی بوده و باید چی باشه؟ و یا اصلا باید انتظاری داشت از معلمان که واکنش نشون بدن؟ بله، ببینید توصیه کنم، من توی ایران قبل از انقلاب معلم بودم، بعد انقلاب هم که بعد ما رو پاکسازی کردن و توی لندن هم تو دانشگاه لندن و کالج ها تدریس کردم 24 سال شاید بیشتر و الان بازنشسته شدم. موفق باشید. ممنون. با اتحادیه اساتید دانشگاه کالج ها عضوشون هستم، به طور فعال کار میکنم. با اتحادیه معلمان انگلیس کار میکنم. استانداردهای بین‌المللی رو تا حدودی مطالعه کردم و میدونم استانداردهای بین‌المللی در مورد آموزش پرورش چیه. با آموزش بین‌الملل به هر صورت سالهاست در ارتباطیم. آموزش بین‌الملل یا Education International یه سازمان سراسری جهانی معلمان هست. خب مجموعه اینا رو در نظر بگیریم، بعد شاخص هایی که یک آموزش پرورش حداقل در چارچوب نظام سرمایه‌داری نوع غربیش هم که می‌بینیم رو ما الان نداریم، به هیچ وجه نداریم در ایران. ببینید مگه یادمون دختران شیناباد یادتونه؟ بله. سوخته شدن دانش آموزان در مدارس یادتونه؟ اینا به خاطر چیه؟ به خاطر غیر استاندارد بودن کلاس‌روم. نمی‌بینیم تو بلوچستان پشت دیوار درس می‌خونن. نمی‌بینیم در دوران کرونا به قول معلمان این آمار 3 میلیون دانش آموز از چرخه آموزش انداخته شدن بیرون. ندیدیم اینا کجا میرن؟ یعنی جذب
کارگاه زیرزمینی میشن، تو خیابون باید دنبال غذا بگردن. اینا فاجعه است. و اون اتفاقی که افتاد بسیار جالب بود به نظرم. ببینید دختران دبیرستانی مدارس اومدن گفتن نه روسری نه توسری، آزادی و برابری. و این رژیم رو تکون داد. تمام بدنشون لرزید با این شعار. اومدن معلم ها رو دعوت کردن، گفتن بیاین اعتصاب بکنید. اومدن گفتن ما نمیخوایم دیگه زیر بار زور بریم. آموزش پرورش ما باید آموزش پرورش با استانداردهای جهانی باشه. ما نمیخوایم به زور به ما تحمیل کنید کدام مذهب رو باید ما بپذیریم یا نپذیریم، اصلا مذهب نداشته باشیم. از یه زاویه میشه گفت رژیم داره انتقام میگیره از اینا، اما این نیست تنها بحث بر سر انتقام نیست. مسموم کردن دانش آموزان اگر یه جایی بود میگفتیم بله، اگه یه شهری بود یه استانی بود میشد گفت که خب میخواد زهر چشم بگیره، اما خیلی فراتر از اینه. اینها طالبانن، اینها تهدید دارن میکنن که ما دبیرستان ها رو میبندیم، ما دختران نمیذاریم بریم دانشگاه. این تهدید واقعیه و باید ما جلوش وایسیم. این مسمومیت ها در حقیقت هشدارهایی دارن به ما میدن که اگر شما بیاین دختران دوباره در خیابان، اگر روسری سرتون نکنید برید مدرسه، این سرنوشت شماست، ما نمیذاریم تو مدرسه بمونید، مسمومتون میکنیم. این یه نوع دیگه کشتار انسان هاست، یه نوع دیگه سرکوب وحشتناکه. اینا نمیتونن سپاه رو بیارن تو مدارس به زور روسری سر دخترها بکنن یا معلمان بکنن، اینا رو مسموم میکنن. پیامشون اما اینه ما هر چی میگیم شما باید قبول کنید. در مقابل این دانش آموزان میگن نخیر، ما تعیین میکنیم چگونه رفتار بکنیم. به لباس و خوردن و حرف زدن من تو کاری نداشته باش، من آزادم، تن من آزاده، من میخوام هر جوری دلم بخواد میخوام اونجوری زندگی کنم. آخه کجا دیدی در دنیا که یه دولتی بیاد به غذا خوردن، خندیدن، گریه کردن، لباس پوشیدن، راه رفتن، اینا کاری داشته باشه؟ این سرکوب مستمر هست و به خاطر همین آگاهانه خانواده ها و مردم در مقابل این ایستادن و می ایستن و من مطمئنم که این پروژه هم همچون هر پروژه دیگه شکست خواهد خورد. ببین جمهوری اسلامی الان هر گامی که برمی داره، هر حرکتی که میکنه، خودش رو باید در حقیقت برای نجات خودشه، اون حرکت به ضد خودش تبدیل میشه. آدم ها رو میکشه، بچه ها جسدشون رو تحویل نمیده، جسدهاشون رو میدوزه، مردم میان تو خیابون نمیترسن، پدرها میان میگن این بچه ما فدای آزادی برابری، نمیتونه اینا عقب برونه. زندانیشون میکن 20,000 زندانی. آخه حالا شاید خیلی بیشتر از این در همین چند روز اعتراضاتی که از آخر شهریور ما شروع شد. باز هم نتونست، خودشون فهمیدن که از درون دارن ریزش میکنن، از درون دارن میپاچن. خب این دیگه این حربه واقعا دیگه غیر انسانی و حربه‌ایه که به هیچ وجه قابل بخشش نیست که بچه های مردم رو تو مدارس بیای به نوعی سرکوب کنی که بگی ما مسمومتون میکنیم، فردا میکشیمتون، شما روسری باید سرتون کنید. اما ما ایستادیم. من مطمئنم که جوانهای ما، دختران دبیرستانی ما، اینا رو همه دستشون خوندن، میدونن که این برای چیه و این بسیار مهمه. دست رژیم با دیگه رو شده. هر سناریویی بسازی،
هر کاری داره میکنه میبینه که به ضد خودش تبدیل میشه. الان این مسئله مسمومیت دانش آموزان به نظرم به ضد خودش تبدیل شده. اما معلمان، ببینید شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، من انتقاد شما رو قبول دارم، اما حواسمون باشه. ببینید شورای هماهنگی معلمان در یک شرایطی داره مبارزه میکنه که بیشترین رهبرانش، بیشترین انسانهای فداکارش تو زندان، یک، بقیه 10 بار احضار شدن، تلفن‌هاشون کنترله، هر جا میرن اینا دنبالشون هستن. اینها تحت این شرایط دارن مبارزه میکنن. از زاویه دیگه رژیم نیروهای نفوذیشو فرستاده، یعنی تنها از بیرون اینجوری سرکوب نمیکنه، به قول خودشون ترکیبیه، یعنی ترکیبی از نفوذ، از بیرون زدن، اخراج کردن بسیاری را که اینا دیگه دست از کارشون بردارن، نونشون رو میبرن، خانوادهشون رو نابود میکنن، زندگیشون رو نابود میکنن که اینا کار نکنن. ببین در این شرایط باید، اگه انتقادی هم میکنیم در همین شرایط باید بکنیم. من مطمئنم، بهتون قول میدم، شورای هماهنگی درسته که برای مدتی در اون وظیفه‌ای که یا اون کاری که سال 1400 6 ماهه دوم کرد، سال 1411 اعتصاب سراسری داشتن 200 شهر. خب خیلی سوال پیش میاد که چرا الان نه؟ الان که بهتره باید این کارو کرد. یک، اولا شورای هماهنگی الان میخواد خودش هماهنگ بکنه با بخشای دیگه، اون 20 منشوری که امضا کردن. این گام ها رو باید بتونه برداره. دوم، دانش آموزان هستن. سوم، دانشجویان بسیار مهمن. بازنشستگان بسیار نیروی قوی هستند. زنان بسیار نیروی قوی هستند. این روندیه که داره میره، آهسته است به خاطر سرکوب، اما مطمئن باشید که به این صورت نخواهد ماند. بعد کمیته های از معلمان درست شده، کمیته کشوری برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله اسماعیل عبدی، این داره شدید فعالیت میکنه. اینا بیکار ننشستن. ما چون یه برآمدی از اینا نمیبینیم از بیرون، یا حرکت هایی که ما انتظار داریم، ذهن من و شما میخواد اینا بیان هر روز مدارس رو ببندن، اعتصاب کنن، این خب با واقعیت اونا جور در نمیاد. اینا باید بتونن از چند زاویه بجنگن، با رژیم، با نفوذی ها، با گرایشات مختلفی که در درونشونه از یک طرف، از طرف دیگه نگاه به بیرون باید داشته باشن، دانش آموزا رو بیارن، خانواده هاشون رو بیارن، بخش های مختلف کنن. خب این زمان بره و باید یک کم انصاف داشته باشیم، یک کم صبر داشته باشیم، نه اینکه هیچ کاری نکنیم. من شخصا انتقادات ما هر جا شده میکنم، میگم که مشکلات کجاست، ما هم همه باید بگیم، اما از زاویه مثبت، یعنی کاری بکنیم که اینا بتونن جلو برن. مبارزه اینه، یه روز عقب نشینی میکنی، یه روز جلو میری، یه روز سکوت میکنی، چه میدونم، یه روز مذاکره میکنی. همه چیزی نیست که دائم در خیابون تظاهر، اصلا اینجوری نیست، این اتفاق نمیفته و به خاطر همین ببین این چیز موقته و من مطمئن هستم که این دوره خواهد گذشت. و اون چیزی که ببینید الان آموزش پرورش برای منم مهمه، برای اونها هم مهمه، برای شما، هر کی به هر صورت بچه‌های ما تو این مدرسه دیگه، تو این آموزش پرورش هستن، باید بر اساس همین منشوری که گفتیم نوشتن بچه‌ها، این تشکلات، اینا باید بر اساس همین منشور در مورد آموزش پرورش درست، در مورد آموزش پرورش برابر، انسانی و به روز با تکنولوژی و اینا، خب باید کار بشه، دارن کار میکنن. خب ما آموزش پرورش جمهوری اسلامی حتی جهان رو الان باید به نقد کشید، چه آمریکاش چه اینجاست. من آموزش پرورش رو دیدم، این خواست ما نیست. این سطح آموزش پرورش اروپا و آمریکا هم عقب مونده.
برای اینکه بودجه هاشون رو بریدن، اصلا اولویت هاشون یه چیز دیگه است. یه تعداد معینی از خانواده‌های ثروتمند بهترین مدارس رو دارن، چه خصوصی چه مدارس دولتیشون. بقیه اینا معتقدن که باید برن کار کنن، تا سواد خواندن نوشتن کافیه، اما اون الیت ها اونا باید برن و همه چی یاد بگیرن. این در سطح جهانی وجود داره و ما مبارزمون معلم در اینه که اینم از بین ببریم. ما میخوایم همه به طور برابر از آموزش پرورش استفاده بکنن. ما میخوایم بچه ها سوء تغذیه نداشته باشن، بیان تو مدارس اگر براشون غذا تهیه کنیم. ما میخوایم همه امکانات علمی رو براشون فراهم کنیم. اینا ببین هم باید کار بشه که الان داره کار میشه، هم در عین حال مبارزه‌ای که در پیش داریم را استراتژی مشخصه. ببینید استراتژی اینه که جمهوری اسلامی رو ما سرنگون میکنیم، حکومت یا اداره شورایی رو بهتر بگیم. این اون چیزیه که در این منشور میزنه. ما میخوایم انسان ها سرنوشت خودشون تعیین بکنن، ملت ها به زبان خودشون آموزش ببینن، به زبان ها احترام بذاریم، به ملت ها عنوان یک ملت رسمیت نگیم اتنیک یا قوم یا هر چیزی دیگه. این توهینه. خب سر این مسائل کار کردن زمان میبره. متاسفانه باید بگیم کار زیاد نشده. ما باید سر همه اینا رو به دقت مرور کنیم و این منشور باید بتونه اینا رو در خودش بگنجونه. نظر شما، نظر بقیه انسان ها، این باید تو این بگنجه. و من شخصا معتقدم که کنفرانس هایی نه تنها در ایران، در خارج کشور باید گذاشته بشه. انسان هایی، کسایی که کار کردن، که متخصص یه رشته ای هستن، بیان نظر بدن و وبسایتی که الان این منشور داره اینا رو منعکس بکنه. کارشناسان مشخص در آموزش پرورش، در زنان، در محیط زیست، در هر رشته، کارگران، معلمان، بیان این کارشناسان کار بکنن، نظراتشون رو منعکس بکنیم و از این نظرات در آینده ما باید برای جامعه استفاده بکنیم. البته مسلما خود نظرات یکی نخواهد بود، جدال نظرات هم خواهد بود. ما باید بتونیم بهترین نظرات، پیشرفته ترین نظرات رو در این منشور بگنجونیم، در آینده خودمون بگنجونیم و به جهانیان نشون بدیم که حالا چون بحث آموزش پرورشه، این آموزش پرورش شما برابر نیست، واقعا نیست. من بودم دیگه، دیدم حتی توی اروپا، توی انگلیسش، توی کالج ها دانش آموزانی بودن که گرسنه میمونن تو مدرسه، صبحونه نداشت. این فرق وجود داره. در آمریکا خیلی بیشتر از اینه. این جهانیه، این سرمایه‌داریه و ایران مجزا از این نیست. منتها فرقی که داره اینه یه حکومت ایدئولوژیکه بدون داشتن، بدون وجود نهادهای مستقل که برسا در اروپا و جای دیگه هستن، جلوی دولت‌ها رو میگیرن. نه اینکه این دولت‌ها بهتر از جمهوری اسلامی هستن. میگن این تو کردستان چه بلایی سره، تو عراق چه فجایعی به بار آوردن. اینا مردم نمیذارن، اینا همونن. اینا به خاطر اینکه نهادهای مستقل، اتحادیه‌های مستقل دارن، دولت مجبوره در مقابل اینا کوتاه بیاد. ما نداریم. رژیم توتالیتر تمامیت خواه فاشیست هیچ نقدی رو نمیپذیره، هیچ مخالفی رو بر نمیتابه، میکشه. خب در این شرایط من به نظرم تا کنون بهترین کارها رو کردیم. مردم ایران تونستن در همین شرایط قدم‌هایی بردارن، اون هویت جمهوری اسلامی رو تا کنون حداقل بردن. روسری سرمون نمی‌کنیم. این هویت لایه اسلامی جمهوری اسلامی رو به زیر سوال بردن. این میخواد اینو پس بگیره، مسموم میکنه، سرکوب میکنه، زنان رو میگیره، توهین میکنه. این میخواد اینو پس بگیره. ما پس نمیگیم، ما میریم جلوتر و این نبرد واقعیه. گام‌های بعدی رو مسلما روشن‌تر خواهیم کرد و سنگر به سنگر این رو عقب خواهیم روند.
تا آخرین سنگرش هم این اگه وایسن میریم تا آخرین سنگرش و نبرد رو به پایان میرسونیم با این اون چیزیه که باید ما کمک بکنیم با انتقادهای مثبت، یعنی با کمک کردن، با همبستگی خودمون حداقل نشون بدیم که ما یکی هستیم. ما این منشور همه ما، همه مردم ایرانه. نذاریم گرایشات راست بیان سوار جنبش بشن. ما واقعا نیرومون قویه، اعتماد به نفس باید داشته باشیم، بگیم آقا ما میخوایم بریم قدرت رو بگیریم، همین. به جهانیان بگیم بی خود دنبال آدرس عوضی نگردید، ما ایم و این کار خواهیم کرد. و این همایش هم که اشاره کردیم بهش باید اینا به جهانیان نشون بده و من مطمئنم که در آینده ما اعتراضات خیابانی، اعتصابات بیشتر و اتفاقا باید روی این اول ماه مه هم مکس بکنیم. اول ماه مه خواهد بود که کاملا فرق داره با اول ماه مه سالهای قبل. با این امید امیدوارم که همینطور باشه که شما میگین و قطعا هم همینطوره، چون اونچه که ما داریم میبینیم و واکنش هایی که حتی در خارج از کشور میبینیم آینده بسیار روشن رو نشون میده. رفیق ستاره گرامی، بازم میگم که شما ناخوش احوال بودین. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتین و دعوت من رو قبول کردین. حالا دیدم بینندگان عزیز حوصله کردم، به حرفامو گوش دادم و امیدوارم که روزهای بسیار خوشی رو داشته باشیم و بتونیم این رژیم رو اونجوری که منشور تعیین کرده گام به گام به نقطه پرتگاه برسونیم و روزی باشه که دیگه بحث ما اینه که حالا این کجا ایستاده ایم و باید بریم به سمتی که انسان ها همه با هم برابرند. انسان ها در یک شرایط، یعنی صلح رو من به یکی از این نمایندگان مجلس گفتم ببینید اگه جمهوری اسلامی نباشه نه تنها ما در صلح زندگی میکنیم بلکه شما هم در صلح زندگی. یک رژیم تروریستیه. به من میگفت آیا شما سپاه رو در لیست تروریست میذارین؟ سوالش به خبرنگار یکی از این روزنامه‌های انگلیسی. گفتم مسلمه، شما اگه تا کنون اینا نتونستین بفهمی باید بفهمید تروریسم جهانی پشتوانش اینا که نیروهای نیابتیشون رو نگاه کنید، در حوثی ها در یمن، هشت شعبی در عراق، نمیدونم حزب الله در لبنان، کجا کنید این مجموعه رو ما اگه از بین بریم صلح رو برای جهانیان هم خواهیم آورد. به امید اون روز. دقایق 1-2 دقیقه به پایان برنامه مونده. خیلی ممنونم دوباره که دعوتم رو قبول کردین و امیدوارم که هر چه زودتر خوش ممنونم. فقط یه نکته، حالا گفتین 2 دقیقه مونده، من بگم که این اتفاقی که افتاده نقطه عطفی است در جنبش نه تنها کارگری بلکه در بقیه جنبش‌های اجتماعی ایران و بی‌نظیره، یعنی در تاریخ ایران بی‌نظیره که همچه اتفاقی افتاده و مسلماً درسی خواهد شد این برای تمام کشورهایی که در خاورمیانه هستن، ازش درس خواهند گرفت و ما باید بتونیم تا اونجایی که امکان داره از هر طریقی، عزیزان من که صدای ما رو میشنوید، بیایید حول این منشور متحد بشید، کمیته ها، شوراهای محلات خودتون رو درست کنید، بیایید به هر طریقی که میتونید در محلات، در محیط کار، در هر جایی که هستید، هر جایی ایران که هستید، اینو به عنوان پرچم بگیرید در خیابان ها، هر اعتراضی رو با این پرچم در خیابان ها داشته باشید.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. من هم همینطور ازتون ممنونم. بله بینندگان عزیز، فکر کنم 1 دقیقه هم از زمان پخش برنامه زنده گذشت. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید و یک بار دیگه سپاسگزاریم از رفیق ستار رحمانی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن و تا این لحظه با ما همراه بودن. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید روزهای خوب، به امید پیروزی.